اویبرسین علی قلوبا طول 15 سال این جانب به نگاهبین گلها مشغول است. هر یک گلی که او پرورش میکند مثل کودکان و فرزندانش میباشد. سال پنجم است که وی در باغ کمال خوجنده به حیث باغبان کار میکند. من کسب خودم دوست می‌دارم. گل پروریه، همون شهر خودم آباد کردن، زیبایی دوست می‌دارم. یک تمون گل به مثال کودک فرزند پایین. همون گل ما از کودکش پرورش میکنیم. در باغ کمال خوجنده امروز زیاده از 300 نمودی تخم گلها کاشت کرده شده است. ویولا یکی از نمودی گلهای به حساب می رود که در تمام خیابان و گلگشت های شهر خوجند به نظر می رسد و کوچه های شهر خوجند را دوچند زیبا می گرداند. گل ویولا زمستان به خنک به داشت میدادگی گل. همون زمستان خنک بایم گل کده می استد. گلش نمی پتاد. تا هوا منمین گرم شود ماه آخر ماه گل ویولا گل کده می استد. سایر گلی لاله که نشان فرهنگ آبادی و زیبایی پرستی ما است با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان احیا گردید. در باغ کمال خوجنده نمودهای گوناگون گلی لاله کاشت کرده شده است که همساله در جشن نوروز آزمون جمهوریوی سایر گلی لاله برپا شده ساکنان از این زیبایی‌ها دیدن می‌کنند. ابلا نظر طالبو طول 4 سال است که در باغ کمال خوجنده و نگاهبین گل‌ها مشغول است. او میگوید که زیاده از 9 نمودی گل‌های لاله را در اینجا پرورش می‌کنند. برای همین پرورشی گل‌ها تیارگاری نوروز اولان حرکت کردیم همه جای خوشروی شود. اویبرسین علی قلوبا گفت که آغاز از ماه دکبر گل‌های ویولا را مانند تاگیس، پیتونیا، وربینا، سالویا، گوازدیکا را کاشتند که برای زیبا گردیدن باغ کمال خوجنده شکوه دیگری را ضم می‌سازد. ما ماه دکبر انده تخم لاله شناندیم تا منمین همین وقت پرورش کردیم. امید میکنیم که تا عید نوروز شکوفه